جانم رو ایر هستید، بفرمایید. خواهش میکنم. آقا سلام عرض کردم. حال سرکار چطوره؟ خیلی خوب. بله بله. حال شما چطوره؟ مرسی، منم خوبم. خدا رو دور از جون. بفرمایید. خواهش میکنم. ببینین قرارمون این شد که تشریف بیاریم تولد منو. قرار شد من بیام تولد شما؟ بله. کی گفته؟ ایوا خودتون قولی دادی. من کی با شما صحبت کردم؟ با پسر من صحبت کردی. پسرتون الان هست اونجا؟ نه خیلی رفتش. پسر من چی زندگی میکنه؟ کجا؟ کجا هست؟ اتریش. اتریش زندگی میکنه. ببینم شما کدوم ایالت تشریف دارید؟ من آتلانتا هستم. کدوم شهر آتلانتا؟ کدوم چه شهر؟ جورجیا. آتلانتا جورجیا تشریف دارید. من یادم میاد اولا که رو برنامه زنده هستی. دوست داری جواب تو رو برنامه زنده بدم؟ بله. اوکی. من با پسر شما صحبت کردم و ایشون گفتن که مثل این که در شرف 90 سالگی هستید شما، درست میگم یا 91؟ بله. 90 یا 91 کدومش درسته؟ 90. جانم تبریک میگم بهتون خواهرم که به سن 90 سالگی رسیدی و اینقدرم هنوز خوب صحبت میکنی. دور از جون. من با پسرتون صحبت کردم، یه صحبت‌هایی در مورد تولد شما به وجود اومد و ایشون از من دعوت کردن که بیام به فرمودین. خیلی خوشحال شدم که 4-5 ماه زودتر به من گفتی. بله بله. بتونم برنامه‌مو جور کنم. بله ولی قرار نبود شما بدونی این مسئله رو. پسرم با خوشحالی به من گفت. به پسرتون بگیم با من تماس بگیره 4 کلمه باهاش صحبت بکنم. مرسی خواهرم. بله قرار بود من بهشون جواب بدم که میتونم بیام یا نه و گفتم اگر بیام پیش کسی نمیمونم، جای خودم رو میگیرم، هتل خودم و غیره، ولی قرار قطعی نذاشتیم. قرار شد خبرشو من بهشون بدم. هنوز خبر ندادی؟ هنوز خبر ندادم. آها. و در ضمن حالا که صحبت کردین و کار به اینجا کشید، من به پسرتون گفتم که مادر شما تا اونجایی که من میدونم به مسیح ایمان آورده، درسته؟ نه آقا من ایمان مسلمونی. اوکی خب خدا رو شکر. چون من بهشون گفتم اگر مادرتون ایمان واقعی آورده باشه، اگر من بیام اونجا خیلی دلم میخواد ایشون رو تعمید هم بدم که خیالم راحت بشه، بهشتشون تضمین میشه. ولی یه سوال از شما میخوام بپرسم خواهر گرامی، شما کی مسلمون شدید؟ من مسلمون به دنیا اومدم. نه نشد. پدرم مادرم. نه 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 مسلمون بودم. نه نشد. گفتم سوال کردم کی مسلمون شدید شما؟ من خودم دیگه حرفی برای مسلمون شدن نزدم. برای اینکه دیدم پدرم مسلمونه، مادرم مسلمونه، خب منم دیگه تابع اونا بودم. جانم نازی، مرسی از صداقتی که داری عزیز جان. حالا من یه سوال دیگه از شما میکنم. بفرمایید قربون صداتون برم. دور از جون، در این 90 سالی که خداوند به شما عمر داده، آیا شما هیچ وقت در این 90 سال دروغ گفتی؟ مکرر. والا. اوکی خب اوکی بذار من بنویسم یادم نه. اوکی خدا رو شکر. پس دروغ هم گفتین در زندگیتون. ببینم هیچ وقت باعث چیزی به وجود اومد که شما اونقدر عصبانی بشی که
به یه نفر پرخاش بکنی و در حالی که ناراحت هستی یه چیز نادرست یا یه دریوری در مورد طرف به زبون بیاری؟ نه آقا. هیچ وقت ناسزا نگفتی تو این 90 سال؟ من عصبانی نمیشم جانم چقدر خوب. فوش و بد و بیراه به کسی نمیگم. اوکی خدا رو شکر. ببینم تو این 90 سال حالا دوران بچگیتون یادتون میاد؟ تا حدی. تا مثلا 8 سالگی، 10 سالگی، بله بله. 15 16 20 سالگی. چند سالتون بود که ازدواج کردین؟ 16 سال. نازی 16 سال. الان هنوز شوهرتون زندگی میکنن؟ نه خیلی خوب. من 30 سالم بود شوهرم فوت کرد. واو. از سن 30 سالگی تا الان یعنی 60 سال شما مجرد موندی؟ بله 5 تا بچه داشتم. 5 تا بچه داشتی. اوکی. بله. پس تو این 60 سال هیچ خطایی از شما سر نزده؟ خدا نکنه آقا. خدا نکنه. اوکی. ببینم شما که مسلمان هستی و اینقدرم صادقانه صحبت میکنی، آیا اعتقاد داری که عیسی مصلوب شد؟ آیا به صلیب عیسی اعتقاد داری شما؟ بله بله. مطمئنی؟ بله. یعنی قبول داری که انجیل گفته عیسی مصلوب شده، شما قبول داری که واقعا مصلوب شده، درسته؟ بله بله. اوکی. عیسی پیغمبر بزرگی بودن. بله. و شما میدونید که خدا رو شکر که قبول داری این مسئله مهمو، چون در کلام خدا نوشته کسی که صلیب عیسی رو قبول نداشته باشه فرزند شیطانه. بله. من حضرت عیسی یک از پیغمبرای بزرگ بله و مهربون بله و بله خوب بودن. بله. خیلی هم مهربون بودن. بله بله. پس شما میدونی که و قبول داری که عیسی مصلوب شد. بله. و میدونی که همچنین اونایی که قبول ندارن عیسی مصلوب شده مطابق با انجیل و کلام خدا فرزند شیطانن، درسته؟ بله بله. خواهر مسلمون من، شما سواد خوندن و نوشتن دارین؟ من دیپلم دارم. دیپلم دارید جانم، خدا رو شکر. عزیزم خواهر جوان و دیپلمه من، شما در منزل چون مسلمان هستید در منزلتون قرآن دارید شما؟ بله. اوکی. حالا چندین دفعه قرآن رو از اول تا آخر خوندم، مخصوصا ماه رمضان. بله اوکی. کار خوبی میکنید که به خدا سعی میکنید نزدیک. شما که چندین بار قرآن رو خوندید، آیا میدونید که پیغمبر اسلام راجع به صلیب عیسی چی گفته؟ بله. چی گفته؟ میخواین من یادآوری کنم چی گفته؟ بله بفرمایید. پیغمبر اسلام صریحاً در سوره النساء آیه 157 نوشته که عیسی هرگز مصلوب نشد. بله؟ نشنیده بودید تو قرآن نخونده بودید اینو؟ خونده بودم ولی دقت نکرده. بله گاهی اوقات بعضی از آیات رو آدم سرسری میخونه متوجه نمیشه، ولی الان که شما میدونی در قرآن نوشته عیسی مصلوب نشده و در کتاب مقدس تعلیم میده هر کس صلیب عیسی را قبول نداشته باشه فرزند شیطانه، آیا هنوز خودتون رو میخواید پیرو اسلام بدونید؟ من پیرو اسلام میتونم ولی همه این چیزا رو قبول دارم. جانم نازی. اوکی خواهرم. بذار یه چیزی برات بگم دخترم. همون طوری دور از جون، همون طوری که شما خودتون گفتید هیچ وقت تصمیم نگرفتید
که مسلمان بشید. ولی خب چون پدر مادرتون مسلمون بودن و اونام تصمیم نگرفتن مسلمان بشن، چون پدر و مادر اونها مسلمون بودن و فکر کردن مسلمون به دنیا آمدن، شما هم مسلمون به دنیا آمدی، ولی شما هیچ وقت خواهر من تصمیم نگرفتید که مسلمون بشید، فقط فکر کردید مسلمون به دنیا آمدید و مسلمان میمیرید. و همچنین الان شما گفتی که صلیب عیسی رو قبول داری و کتاب مقدس گفته هر که صلیب عیسی رو انکار بکنه فرزند شیطان یا انتای کرایست هست، به انگلیسی بهش میگن فرزند شیطان. پس شما که الان میدونی مطابق با کتاب مقدس محمد نمیتونه از جانب خدا باشه، مطابق با کتاب مقدس آنچه که در مورد عیسی نوشته به وسیله فرزند شیطان نوشته شده، آیا هنوز میخوای خودت رو مسلمون معرفی بکنی یا میترسی از اسلام برگردی و فقط میگه همه رو قبول دارم؟ من از اول چون که بچه مسلمون بودن من گفتن مسلمونی، منم قبول کردم. خب به شما گفتن بابا به منم میگن زناکاری، آیا من قبول کنم زناکاره؟ بله دقیقاً قربون دهنت. به منم میگن آقا تو دزدی، چون به من میگن دزدن من قبول کنم دزدم، چون میگن زناکارن من قبول کنم زناکارم. شما بهترین مرد دنیا حالا کاری به اون قسمتش ندارم ولی بله شما خیلی آدم خوبی هستی، قدر خودتون رو بدونید. چشم قدر خودم رو میدونم، ولی متوجه سوالم شدید چی عرض کردم؟ صرفاً به خاطر اینکه به شما گفتن که شما مسلمونی، شما از دید خدا مسلمون نیستی. اگر قبول داشته باشی که عیسی روی صلیب مصلوب شد، شما مسلمون نیستی دخترم. بنابراین راجع به این مسئله فکر بکن. نمیخوام بگم من در صورتی میام به آتلانتا که شما مسیحی شده باشی، به هیچ عنوان من این حرفو نمیزنم، ولی راجع به این مسئله مهم شما فکر بکن عزیزم. به شما گفتن که مسلمانی و شما قبول کردی، اما به گفته خودت هیچ وقت انتخاب نکردی. در سن 90 سالگی خداوند این موقعیت رو برای شما پای برنامه زنده تلویزیونی به وجود آورد که این حقیقت رو تشخیص بدید که شما با دین به دنیا نیامدید، شما انسان و آزاد به دنیا آمدید. بنابراین فرق نمیکنه در سن 20 سالگی، 50 سالگی یا الان در سن 90 سالگی شما ایمان و دین خودت رو بخوای انتخاب بکنی. خب من اگه انتخاب بکنم مسلمانی رو انتخاب اوکی. آخه اگر مسلمانی رو انتخاب میکنی یعنی صلیب عیسی رو انکار میکنی. خب اینو مقدم میدونه. نشد نه. مسلمانی رو داشته باشم. اوکی صبر. صلیب عیسی رو قبول نکنم عیبی نداره، ولی مسلمانی پا بر جا باشه. اوکی مسلمانیتون پا بر جا باشه. میتونم ازتون بپرسم که پیغمبر اسلام چه نبوت‌هایی کرد؟ حضرت جز زن گرفتن هیچ کاری نکرده. شما میفرمایید پیغمبر شما جز زن گرفتن هیچ کار دیگه ای نکرده؟ نه والا با شنیدی گفتن فلان زن خداوندم همه زنها رو بهشون حلال کرد. خب اون وقت شما این مسئله رو قبول داری که تمام زنای دنیا
به یه مرد 65 ساله 63 ساله میتونن حلال باشن؟ خب اینی که باز گفتن و شنیده. نه تو قرآن نوشته. خب دیگه پس اگه تو قرآنه که دیگه حتما هسته. اوکی. حضرت هم دریغ نکرده، لطف کردن، خونشون هم نگذاشته. بله. یه سوال از شما دارم، شما نوه دارید؟ بله. بعد از نوه چیه نتیجه است؟ نبیره. نبیرم دارید؟ بله. نتیجم دارید؟ نه ندارید. کوچکترین نبیره شما چند سالشه؟ 7 سالشه. 8 سالشه. اگر امروز یک مرد 60 ساله 65 ساله 70 ساله بیاد بگه من پیغمبرم، همه باید به من ایمان بیارن، بعد بیاد به شما بگه که اون نبیره 8 سالت رو باید به من بدی که باهاش بتونم برم لاس وگاس، باهاش بتونم ازدواج بکنم، عکس العمل شما چیه؟ آقا نمیدم. اینکه یه مرد 70 ساله با یه بچه 6-7 ساله چه کار میخواد بکنه؟ قربون دهنت. آخه محمدی که 65 سال 67 سال 63 سال هرچی عمر داشت با عایشه 6 ساله خبرش چه کار میخواست بکنه؟ چه کار میخواد بکنه؟ ولی من شنیدم عایشه 18 سال. نه خلاف به عرضتون رسوندن. عایشه دختر ابوبکر فکر میکنم یا عمر نبود، دختر ابوبکر بود، در 6 سالگی یعنی 2 سال از نبیره شما کوچیکتر بود. بله. در 6 سالگی محمد اینو از پدرش گرفت و چون خیلی کوچیک بود نتونست بهش داخل بشه، تا 2 سال 3 سال فقط بهش ور میرفت، در 9 سالگی بهش داخل شد. یعنی 1 سال از نبیره شما بزرگتر بود که محمد بهش داخل شد. شما خواهر من خودت میگی آخه غلط میکنه یه مرد 60 ساله بخواد با نبیره 6 ساله 8 ساله من رابطه داشته باشه. شما خودت میگی صلیب عیسی رو قبول داری، خودت قبول میکنی که مخالفین صلیب عیسی فرزندان شیطانن، پس چرا فکر میکنی هنوز مسلمونی؟ دارم گوش میدم. خب نه دارم از شما سوال، من که میدونم جواب چیه ولی از شما دارم سوال میکنم جواب شما چیه؟ شما به چه دلیل میخوای مسلمان باشی؟ یا خودت قبول داری که مسلمان هیچ وقت قبول نکردی مسلمان باشی؟ شنیدم پسرتون به من گفت که مثل که نمازم هنوز میخونید و اونم از روی عادت. اوکی، از روی عادت 90 سال شما، حالا 85 سال حداقل این کار کردی، در سن 16 سالگی رفتی خونه شوهر، 30 سالگی شوهرت از دنیا رفته، 60 سالم مجرد زندگی کردی. درست میگم؟ بله. قبول داری عیسی روی صلیب مصلوب شد، میدونی انجیل حقیقت رو گفته. قبول داری وقتی میگم کتاب مقدس میگه هر که صلیب عیسی رو انکار بکنه فرزند شیطانه، و قبول داری که در قرآن سوره النساء 157 محمد خودش گفته عیسی هرگز مصلوب نشد. بابا شما نمیتونی همه رو قبول داشته باشی، یا محمد یا حضرت محمد راست گفته یا عیسی، یک کدوم از این دوتا رو انتخاب بکن. بله، ولی به نظر من حضرت عیسی راست‌تر گفتن، برای اینکه هر که حضرت محمد گفتن بینش دروغ هم بوده. دروغ که کار ایشون بوده، دروغ مصلحتی، دروغ واجب، شهادت دروغ در راه حفظ مذهب، اینا همه در قرآن تایید شده. دروغ گفتن جزوی از ذات مسلمونه. بله. ولی خدا رو شکر شما داری حرفای راست، اون چیزی که تو دلته به من میزنی.
و حتی داری به من میگی آره عیسی برتری داره بر محمد، حتی داری به من میگی که محمد اینجا دروغ گفته و منم حرف شما رو قبول میکنم. پس چرا میخوای پیرو یک دروغگو باشی؟ دیگه آقا الان که یه عمری ازم گذشته دیگه مجبورم. نه چرا مجبوری؟ کی گفته بهت مجبوری؟ اینا قربونتون برم، چقدر خوشحالم که با تون حرف میزنم. منم خیلی خوشحالم با شما حرف میزنم، ولی کی شما رو مجبور کرده مسلمون باشی دخترم؟ بگین شما من چه دینی رو انتخاب کنم؟ من بگم چه دینی رو انتخاب بکنی؟ من میگم شما طرف حقیقت رو بگیر. بله. عیسی مسیح اومد، نه زنا کرد، نه دروغ گفت، نه غارت کرد، نه آدم کشت، نه دروغ رو واجب دونست، نه با پسرخونده خودش، زن پسرخونده خودش زنا کرد. میدونی در سوره الاحزاب نوشته که آقای محمد به پسرخونده خودش زید گفتم طلاق بده، نه من میخوام بگیرم. خیلی ممنون. بله، محمد اومد به پسرخونده خودش زید گفت زن تو طلاق بده که من باهاش حال کنم. بله. و زید عاشق زنش بود، وحشت داشت از محمد اطاعت نکنه. گفت یا رسول الله مردم چی میگن؟ محمد چی گفت در جوابش؟ گفتن خدا گفته. دقیقاً. محمد گفت همین الان به هم آیه نازل شد که آنچه را که الله به رسولش حلال کرده سزاوار نیست مردم مخالفت کنن. برو زنتو برد و بیار. درسته؟ شما که خوندی قرآنو، درست میگم یا نه؟ بله. سوره یه چیزی هم دنبالش گفتی. بله الان ادامه میدم. بیار پدر سوخته. بله بله. حالا سوره الاحزاب آیه 1 تا 4 اینا رو نوشته. از آیه 4 تا 7 محمد اینو قانون کرد در اسلام که هر پدرزنی میتونه 4 تا زن بگیر. نه خیر، اون که به کنار، محمد 15 تا زن داشت، اونش به کنار. مسلمانای معمولی میتونن 4 تا زن بگیرن. بله حضرت 15 تا زن داشت. بله. محمد از در همون الاحزاب آیه 4 تا 7 یا 4 تا 9 یادم نمیاد دقیقاً، از اون موقعی که خودش با عروس خودش زنا کرد، با زن پسرخوندش زنا کرد، گفت از این به بعد هر کسی که از زن پسر خودش خوشش بیاد میتونه باهاش ازدواج بکنه. قانون کرد میتونه هر پدرزنی میتونه به پسرش بگه زنتو طلاق بده که با من بتونه ازدواج بکنه. به نظر شما این کار درستیه؟ نه آقا. فدای تو بشم عزیزم. پس چرا هنوز میگی مسلمونم؟ من جای شما بودم الان خجالت میکشیدم بگم مسلمونم، ولی کاری ندارم. در مورد دروغ گفتن شما خودتون اینجا گفتید که بله در زندگیتون دروغ گفتید، ولی هیچ گناه دیگه شما تو این 90 سال مرتکب نشدی، درسته؟ چرا آقا؟ جونم چه گناهی کردی عزیزم؟ من روسری سرم نمیکنم. اوکی. بیرون میرم و اینا. خب دیگه چی؟ خب سرم بازه دیگه، باید چادر سر کنم، روسری سر کنم. اوکی. من خب نکردم. اگر شما چادر شما تا حالا دیدی در این عکس‌ها یا فیلمایی که از ایران میاد، آیا دیدی شنیدی؟ من خودم دیدم، تو تلویزیونم نشون دادم که بعضی از فاحشه ها هم روسری سرشون میکنن. آیا هنوز شما سر میکنن؟ جانم؟ چادرم سر میکنن. بله چادر سرشون میکنن. بعضی از فاحشه ها روسری و چادر سرشون میکنن. آیا به نظر شما اون فاحشه‌ای که چادر سرش میکنه دیگه گناه دیگه ای نداره؟ اون اصلا شغلش گناهه. بله. پس چادر که میکنه گناهه. بله. پس چادر به تنهایی ثواب نمیاره، شما رو هم وارد بهشت نمیکنه. اوکی. ولی آره حالا بگذاریم، آیا شما تا حالا تو عمرت به کسی حسادت کردی؟
نه آقا من حسود نیستم. هیچ وقت حسادت نکرد. تا حالا راجع به کسی پشت سر کسی تا حالا حرف زدی، غیبت کردی؟ اونو بله. بله. قربون اون دهن صادقت برم که حقیقت رو به زبون میاری. اوکی، پس تو زندگی دور از جون. پس شما تو زندگیتون دروغ گفتید و غیبت هم کردید. اوکی؟ بله. خب توبم کردین. اوکی، پس اون وقت در مقابل توبه چه کاری انجام دادید؟ چه چیزی رو شما قربانی کردی در مقابل توبه؟ والا سالی یه دفعه 2 تا گوسفند قربانی کرد. سالی یه بار 2 دفعه گوسفند. دقیقاً درست میگی، چون قرار در عهد عتیق این بود که در مقابل قربانیاشون گوسفند، بره، گاو مطابق با ثروتشون قربانی میکردن. مکه رفته بوده. بله. حاجی بودین. بله. سال 2 تا گوسفند قربانی میکرده و میدادم به فقیر. جانم نازی. بله درسته، در عهد عتیق نوشته که برای گناهانشون مردم هر ساله باید یه قربانی میدادن. درسته؟ بله. اوکی. و آخر سال که اون قربانی دیگه اثرش از بین میره، دوباره مردم باید قربانی میکردن که 1 سال دیگه گناهشون در امان باشه، بخشیده شده باشن. چند سال شما جونم چی نه؟ گناه نباید میکردن. بله گناه نباید میکردن، ولی خب کردن و خدا هم راه نجات. احتمالا عمدن نه سهواً گناه کردن باید گوسفند قربانی میکرد. اگر عمدن گناه کردن چی دیگه گوسفند قبول نیست؟ نه، آدم عمدن دزدی بکنه بعد گوسفند بده چه فایده داره؟ اگر توبه بکنه و بعد قربونی بکنه قبول میشه. ولی بله اگر توبه بکنه بله. ولی اگه توبه نکنه و دزدی بکنه، بله اون گوسفند بکشه، بله شترم بکشه چی نمیشه. قبول دارم. حالا شما الان چند سال آمریکا هستین؟ 20 ساله. 20 سال آمریکا هستین. اوکی. من از شما یه سوال دیگه دارم. بفرمایید. و شما کاملا درست میگی، وقتی کسی گناه میکرد در عهد عتیق و توبه میکرد، بعد از توبه کردنش باید بابت اون گناه هر ساله یه گاو، گوسفند، بره، کبوتر، شتر، هر چی که زور مالیش میرسید باید قربانی میکرد. در این 20 سالی که شما در آمریکا بودی چند بار قربانی کردی؟ من در امریکا نکردی. اوکی. پس تو این 20 سال گناه شما سر جاش مونده چون قربانی نکردی. ببینین در تهران هر سال گفتم که 1-2 تا گوسفند قربانی کنیم. بله. اون موقع که گوسفند ارزون بود. اوکی. بعد که گوسفند گیرون شد 2 میلیون 3 میلیون شد، گفتم 20 کیلو گوشت بله از قصاب بگیرید به من فقیرا بدید. اوکی. بله کار خوبی هر موقع شما به فقیر کمک میکنی کار خوبی میکنی، ولی 20 کیلو گوشت گناه شما رو نمیبخشه. حالا غیر از این که غیبت کردید بعدش توبه کردید، آیا هیچ گناه دیگه ای تو این 90 ساله از شما سر زده؟ من خودم سعی کردم گناه نکنم. نه اوکی، ولی چی؟ اشتباه بوده که گناه شده بالاخره. همینقدر که روسری سرم نکردم، به جوراب بیرون رفتم. نمیدونم، بالاخره آقا با مردا گفتیم و خندیدیم و اینا، ما جوان بودیم دیگه. جانم بله درست میگه. نه گناه نیست، ولی خب ادامه بدید. بفرمایید. صحبت کردن با مردا گناه نیست عزیزم. حالا من یه سوال آخر میخوام از شما بپرسم. بفرمایید قربونتون برم. دور از جون عزیزم. شما که در زندگیتون دروغ گفتید و غیبت کردید و اینها گناهانی است که شما به خاطر میارید،
آیا به نظر شما دروغگو یا غیبت کن میتونه وارد بهشت بشه؟ نه آقا. خدا توبه کن. توبه چجوری بکنه؟ به اعتبار چه چیزی توبه بکنه؟ به اعتبار 20 کیلو گوشت؟ نه. ها. توبه کنه که دیگه گناه نکنه، یعنی توبه کنه که دیگه دروغ نگه. بله، در عهد عتیق هم این کار میکردن و سال یه بار قربونی میکردن و الان که شما 20 سال قربونی نکردی، حتی بر طبق قانون عهد عتیق گناه شما سر جاش هست، یعنی گناه دروغ و غیبت شما سر جاش هست و شما به عنوان کسی که مرتکب غیبت و دروغ شدی، مطابق با کتاب انجیل کتاب مکاشفه فصل 21 گوش بده ببین چی میگه. میگه اما سزای ترسویان. تو عمر تالا ترسیدی؟ بله. اوکی، پس گناه ترس هم داشتی عزیزم، مرسی از صداقته. اما سزای ترسویان، بی ایمانان، فاسدان، آدمکشان، زناکاران. آیا تو این 90 ساله شما فالگیری کردی؟ از کسی خواستی برات فال قهوه، فال روزنامه، فال کف دست؟ بله. اوکی. اوکی، خدا عمرت بده. من که گفته فال قهوه بلدم، گفتم یکی هم بر من. نازی جانم. خدا رو شد. اوکی، پس مرسی. پیش میره همینطوری که من اگر فکر میکنم 1 ساعت با شما صحبت بکنم یا 1 روز با هم دیگه بشینیم صحبت بکنیم، کم کم شما متوجه میشی که تمام زندگی در گناه بودی و خودت نمیدونستی. ولی چه کار بکنم؟ قربونت برم، الان بهت میگم عزیزم. کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 8 خداوند اینطور گفته: اما سزای ترسویان که شما اعتراف کردید، بی ایمانان، فاسدان، آدمکشان، زناکاران، جادوگران که شامل فالگیری، احضار ارواح، هر نوع فال، قهوه، روزنامه، هر چیزی، مشورت با اجنه یا جادو جنبل، پیش رمار رفتن، طلسم ازش گرفتن و از این چیزا، تمام اینا گناه و خدا متنفر از کسانی که این کارا رو میکنن. جادوگران، بت پرستان و انواع دروغگویان، دریاچه ای از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود. حالا در بین این چند تا گناهی که ما با هم راجبش صحبت کردیم و شما با صداقت کامل اعتراف کردید که بله من تو زندگیم دروغ گفتم، غیبت کردم، وحشت کردم، بالگیری کردم، ولی آقا زنا نکردم. قربونت برم. خوب کاری که همینطوری باقی بمون که راحت، خیلی برات همه چی راحته. 50 ساله که شوهر نداشتم، زنا نکردم. 60 سال شوهر نداشتین، درسته؟ آره. 30 سالگی شوهرتون از دنیا رفت، الان 90 سالتونه، میشه 60 سال، درست میگم؟ 60 سال. خب 60 سال آقا جونم پیره دیگه آدم، ولی 40 سالش که جوان بوده هیچ خطایی نکرد. بعد از اونم خطا نکردید، درسته؟ نه دیگه زن 60 ساله و 57 ساله دیگه خطا نباید بکنه. از من بپرس. این روزا خیلی از خانومایی که از سنشون از 50-60 میره بالا، تازه مثل سابق یاد چلچلی میافتن. خیلی ها دارن گناه میکنن. حالا بله، نه گناهه. حالا دور از جون. حالا به من شما رو خیلی دوست دارم. لطف داری عزیزم. من اسم کوچیک شما رو میتونم بپرسم؟ بله، من اسمم منیره. منیر جان، خندم گرفت برای اینکه اولین دوست دختر من تو ایران اسمش منیر بود. به. آره، من 11 سالم بود، اون 8 سالش بود. حالا گوش بده منیر جان، ببین دخترم جونم عزیزم، شما بیاین دوست من باشی. من هستم.
چند بار شما تا حالا رو برنامه زنگ زدی با هم صحبت کردیم؟ با پسرتونم صحبت کردم، صحبت خیلی خوبی داشتیم، مرد بسیار نازنین و فهمیده ایه و قرار بر این بود صحبت. پسر شما از من دعوت کرد، گفت مخارج سفرم میده، از من دعوت کرد که شما رو در تولد 91 سالگیتون 5-6 ماه دیگه 90 سالگی سورپرایزتون بکنیم و بدون اینکه شما خبر داشته باشی من بیام آتلانتا پیش شما. حالا ایشون خب خودش تصمیم گرفت به شما بگه، من هنوز جواب ندادم که میتونم بیام یا نه، ولی خب ایشون گفته بود که به شما چیزی من گفتم بالاخره این آقای کشی تمیز خانمو هیچی نگفتن، اونو به عهده من بذاری. اوکی، خیالتون راحت باشه. نازی و مبلغی هم در نظر گرفته بود که وقتی تشریف میاری وقتتون رو صرف میکنی خدمتتون. بله، دستشون درد نکنه. من گفتم سعی خودمو میکنم، نهایت سعی خودمو میکنم که در جشن تولد شما بتونم حضور داشته باشم، ولی هنوز قول ندادم، اینو که نمیخوام کسی اشتباه بکنه. درسته؟ اوکی. اگه من سعادتی داشته باشم خدا بخواد شما تشریف میاری، اگر من سعادت نداشته باشم دیگه شما نمیاد. ای داد بیداد، سعادت منه. ای داد بیداد. منیر جون اذیتم نکن بابا جان، چرا اینو به من میگی آخه؟ سعادتمند هستی شما که 60 سال بدون شوهر زندگی کردی و زنا نکردی، این واقعا خیلی عظمت داره. آقا نجابت یه چیز دیگه. آفرین، بله میدونم. شما میدونستین که من زن نجیبی نیستم وقتتون رو صرف من نمی کردی. من معمولا حقیقتش رو بگم، چرا؟ اگر بدونم کسی در گناه داره زندگی میکنه و خودش نمیدونه، چرا؟ باش صحبت میکنم تا اونجایی که بدونم. با خانومای نجیبم صحبت میکنم، با همه صحبت میکنم تا اونجایی که وقتم اجازه بده. ولی حالا دور از بس که آدم خوبی هستی، شما خیلی آدم خوبی هستی. خدا خوبه خواهرم، ما مرد خدایی. اونو قبول دارم، آمین، و امیدوارم بتونم خادم وفاداری باقی بمونم. ولی از شما سوال میکنم خواهرم، شما فکر میکنی که خدا خدا فکر میکنید دروغگوه شما؟ خدا دروغگوه؟ نه آفرین. خدا دروغگو نیست. آیا شما فکر میکنی که خدا از کسی میترسه؟ نه. همه از خدا میترسن. دقیقاً. آیا شما فکر میکنی که خدا گاهی اوقات مجبوره چون از عهده کاری بر نمیاد مجبوره بره جادو جنبل بکنه، فالگیری بکنه، احضار عرب؟ خدا از این کارا میکنه؟ نه. خدا همه کار ازش میاد. آمین. و همچنین میدونیم خدا احتیاج نداره پشت سر کسی غیبت بکنه. درست. نه، خدا پشت سر کسی حرف نمیزنه. دقیقاً. حالا من از شما سوال میکنم، در جایی که خدا در کلامش گفته باید مثل من پاک و مقدس باشید و در بهشت، شاید شما بتونی حدس بزنی در بهشت، الان از روی آیه براتون خوندم، آیه کلام خدا رو براتون خوندم که علنا نوشته انواع دروغگویان، فرق نمیکنه شما از روی ترس دروغ گفتی، دروغ مصلحتی گفتی، دروغ واجب گفتی یا شهادت دروغ دادی، فرق نمیکنه، نوشته انواع دروغگویان، غیبت کنان، ترسویان و فالگیران، اونایی که فالگیری، احضار ارواح، جادو جنبل غیره میکنن، بله، اینا وارد بهشت نمیشن.
نمیشه. خب به عبارت دیگه تا جایی که شما به طور کامل نتونستی از شر این گناه ها حتی با 20 کیلو گوشت خلاص بشی و به قول خودتون و مطابق با انجیل مرتکب این خطاها در زندگیت شدی، دروغ، غیبت، ترس، فالگیری و غیره، شما فکر میکنی میتونی وارد بهش بشی؟ نه آقا. فدات بشم. نه گوش بده، نه نگرش دار همینجا نگه دار. حالا خیلی قشنگ و درست شما گفتی که مطابق با قانون عهد عتیق برای گناهان باید سالی 1 بار مردم قربانی میدادن و هر سال این کار رو باید تکرار میکردن، چون اون قربانی گناهشون رو پاک نمیکرد، اون قربانی گناه رو دوباره به یادشون میورد. ولی کلام خدا میگه عیسی مسیح 1 بار برای همیشه برای گناه بشریت روی صلیب خودش رو قربانی گناهان ما کرد تا هر کس از جمله منیر، پسرش، نوش، نبیرش، نتیجهش، همسایش، خواهرش، دختر خاله، پسر خاله، عمو، هر کی که اطرافش هست، هر کی که منیر رو میشناسه، هر کی که تو زندگیش باهاش روبرو شده، اگر به خونی که عیسی روی صلیب ریخت ایمان بیاره، دیگه دنبال رو آدم و حوا نیست و در گناه به سر نمیبره، علی رغم دینی که شما فکر میکنی پیروش هستی، علی رغم دینی که علنا میدونیم از جانب خدا نیست. کلام خدا میگه همونطوری که گناه به وسیله یک آدم یک انسان یعنی آدم به این جهان اومد، تکرار میکنم، همانطوری که گناه به وسیله یک آدم به این جهان اومد، به وسیله آدم دوم یعنی عیسی مسیح از جهان برداشته شد تا هر کس به خون عیسی که روی صلیب ریخت ایمان بیاره، دیگه دنبال رو آدم نباشه و گناهانش بخشیده میشه. اگر شما به خون عیسی ایمان نیاری، مثل محمد که در قرآن نوشت عیسی مصلوب نشد، هنوز در دنبال رو آدم و حوا هستید و در گناه به سر میبرید. حالا با این دانش که عیسی برای گناهان شما روی صلیب مصلوب شد، کشته شد، آیا شما حاضر هستی این هدیه رایگان رو، نجات رو، بهشت رو از خداوند دریافت بکنی که گناهانت به وسیله خون عیسی بخشیده بشه و در همین لحظه الان امروز در این ساعت مطابق با انجیل اسم شما در دفتر حیات در بهشت نوشته میشه و مطابق با گفته عیسی بهشت شما تضمین میشه؟ آیا شما حاضر هستی به عیسی انجیل ایمان بیاری؟ بله. اوکی. حاضر هستی که این دعای توبه و نجات رو بعد از من تکرار بکنی؟ بله. مطمئنی؟ بله. پس من الان این دعا رو میگم، شما بعد از من با صدای بلند تکرار بکن. اوکی؟ بگو ای خداوند. ای خداوند. قربون اون صدای بلندت برم. میخوام قبل از اینکه دعا رو ادامه بدم همه شما بینندگان عزیز با هر دین و مذهب و باور مرتکب هر گناهی که شدید الان میتونید به وسیله این دعا مثل منیر به گناهانتون اعتراف بکنید، به خونی که عیسی روی صلیب ریخت ایمان بیارید و عازم بهشت ابدی بشید که عیسی تضمین کرده. اگر آماده هستید مثل منیر بعد از من تکرار کنید. بگید ای خداوند.
ای خداوند میدونم که گناهکارم. میدونم که گناهکارم. من در این لحظه به گناهان خودم اعتراف میکنم. به گناههای خودم اعتراف میکنم. چه اونهایی که دونسته انجام دادم، چه اونایی که دانسته انجام دادم و چه اونایی که ندانسته انجام. آمین. بگید ای خداوند، ای خداوند مطابق با کلامت من ایمان دارم که عیسی برای گناهان من مصلوب شد. گناهان منو ببخش. به قلب من وارد شو و کنترل زندگی منو از این لحظه به بعد به عهده بگیر. تو رو شکر میکنم ای خداوند و همه اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبم. آمین. هللویا. خدا رو شکر منیر جان، خدا رو شکر که شما هم در بهشت با من خواهید بود و تمام اون کسانی که این دعا رو بعد از من و منیر تکرار کردید، همتون مطابق با انجیل در بهشت خواهید بود. منیر خواهرم خیلی ازت ممنونم که روی خط اومدی با من صادقانه صحبت کردی. بهت قول میدم سعی خودم رو میکنم، نهایت سعی خودم رو میکنم که سال دیگه به آتلانتا بیام و به امید خداوند همونجا خودم تعمیدت بدم. موافقی؟ بله. دور از جون خواهرم. خدا رو شکر برای خدا رو شکر برای وجودت، برای صداقتت. مرسی که تلفن کردی و اینقدر راحت و صادقانه با من صحبت کردی. خدا نگهدارت باشه عزیزم. لطف داری عزیزم. خیلی دوست دارم. ممنونم از لطفت. خدا نگهدارت باشه خواهرم. خدا حافظتون. خدا حافظ. خدا رو شکر. خدا رو شکر. اینها هستند کسانی که مسیح راجبشون صحبت کرد. کسانی که از گناهان خودشون پشیمونن. ببینید دست کم نگیرید. ساده نیست برای یک زن در سن 90 سالگی تلفن کنه روی برنامه زنده تلویزیونی که میدونه تعداد بسیار زیادی دارن تماشا میکنن. ساده نیست تلفن کنه و اینطور صادقانه حرف بزنه. من نهایت سعی خودم رو میکنم که به دیدن ایشون برم و خودم تعمیدشون بدم. ببینید عزیزان، خدا رو شکر دعای توبه و نجات رو اون کسانی که لازم بود بعد از من تکرار کردید، ولی اونایی که به هر دلیلی نتونستید، از بغل دستیتون میترسیدید یا از دینتون میترسیدید ولی الان میخواید این کارو بکنید، لازم نیست دوباره من اون دعا رو تکرار بکنم. خود شما عزیزم در خلوت خودت میتونی به گناهانت اعتراف بکنی، همینطوری که الان این خواهر به گناهانش اعتراف کرد. به خونی که عیسی روی صلیب ریخت ایمان و به خدا بگو خداوندا از گناهانم پشیمونم. به خونی که عیسی روی صلیب ریخت ایمان دارم. وارد زندگی و وجود من بشو. گناهان منو ببخش و کنترل زندگی منو به دست بگیر به نام عیسی مسیح. آمین. به همین سادگی. توبه بکن و دیگه اون گناه ها رو تکرار نکن. پاک باش،
صادق باش. بهشت تو تضمین شده. مثل هر پدر دیگه ای خدا حاضر نیست، دلش نمیخواد بچه هاش زجر بکشن، ولی وقتی میبینه بچه ای برادر خودشو میکشه، شهادت دروغ میده که برادرش یا خواهرش یا یه نفر دیگه تو درد سر بیفته، پشت سر دیگران غیبت میکنه یا فکر میکنه کسی نمیبینتش، میره زنا میکنه. خدا همه اینا رو میبینه و از من بشنو. ببین من تو زندگیم گناه کردم، دروغ گفتم، زنا کردم، هر گناهی، آدم نکشتم، تا اونجا که یادم میاد آدم نکشتم، ولی انواع و اقسام گناه ها رو تو زندگیم مرتکب شدم. به هیچ کدومشونم افتخار نمی کنم. به عیسی مسیح ایمان آوردم و باور بکن از من بشنوید، بدون زنا، بدون دروغ، بدون ریاکاری زندگی کردن سخت نیست، راحته و بهتون قدرت میبخشه. بیگناهی بهتون قدرت میبخشه. به قول آمریکایی‌های گفته‌ای هست که میگن purity brings power، یعنی پاکی قدرت میاره. مجبور نیستی از این به اون بگی، غیبت بکنی، بعد مواظب باشی مبادا گندش در بیاد، بعد بیای پیش این از اون بعد بگی، بعد همه رو بخوای کنترل بکنی. مجبور به این کار. ببین اگر گناه نکنی مجبور نیستی نگران باشی دیگران راجبت چی میگن. بیا الان منو متهم بکنید به زنا کردن، منو متهم بکنید به دروغ گفتن، دزدی کردن یا هر چیز دیگه، مگه نمیکنن؟ هزار جور اتهام به من زدن. تا حالا دیدین من بشینم از خودم دفاع بکنم؟ اصلا اهمیت نمیدم، چون این کاره نیستم. گناهکار 24 ساعت شبانه روز میخواد خودشو توضیح بده، میخواد از گناهانش دفاع بکنه. و اگرم برای تظاهر دفاع نکنی، بگیم منم اهمیت نمیدم کسی راجع من حرف بزنه، خودم میدونم دروغگو نیستم. خدا میدونه هستی یا نه، اون مهمه. اون مهمه. و این دنیا که من و تو درش زندگی میکنیم، ببین این خواهر خوش با حالش، 90 سالشه و از ببین من انتظار داشتم، فکر میکردم که الان دعایی که میگم ایشون وسط دعا یادش بره من چی گفتم. 90 سالشه ولی خدا رو شکر مغزش سالم داره کار میکنه، هوشیاره. هر سوالی هم ازش کردم با پاکی و صداقت جواب داد. کلام خدا میگه شخص عادل بر علیه خودش حرف میزنه ولی روی حقیقت پا نمیگذاره. ایشون هم میتونست بگه نه من هرگز دروغ نگفتم، مثل بعضیا که میگن هرگز زنا نکردم، هرگز فالگیری نکردم. فالگیری گناهه، خدا متنفر از فالگیری و فالگیری و فالگیر رو مکروه خونده. مکروه میدونی چیه؟ یه بار از رو دیکشنری براتون خونم، یعنی چیزی که انزجار آور، منزجر میکنه دیگران رو. ولی این دختر خدا، این فرزند خدا الان در سن 90 سالگی به خداوند ایمان آورد. ببینید من نمیدونم، خودش هم نمیدونه چند سال دیگه زنده است. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 1 ماه دیگه، 2 روز دیگه، 5 سال دیگه. ولی چیزی که هم ایشون الان متوجه شد هم من میدونم اینه که بهشتش تضمین شد. نمیدونم الان دیگه به آخر برنامه تقریبا رسیدیم، ولی تقریبا که چه عرض کنم رسیدیم با آخر برنامه عزیزان.
همه اینها منیر و امثال منیر در نتیجه پشتیبانی شما از این تلویزیون نجات پیدا میکنن. پشتیبانی خودتون رو دست کم نگیرید، چه پشتیبانی دعا. کسانی که برای من تعهد کردن دعا بکنم، تا حالا 2 نفر تعهد کردن و من به تعهدشون اعتماد میکنم. ممنون میشم اگر کس دیگه هست در بین شما. ببینید فقط نمیخوام بشنوم آره من از امروز به بعد برای شما دعا میکنم، برای اینکه اگر تعهد دعا بدی و دعا نکنی گناه بزرگی مرتکب شدی. ولی اگر کسی هستی که میدونی یکی از عطایایی که خدا بهت داده عطیه دعا کردنه، من احتیاج به دعا دارم، خودم دعا میکنم، لذت میبرم. ولی دکتر چو که یکی از نه بزرگترین کلیسای دنیا رو داره، بیشتر از 1 میلیون نفر عضو داره توی کلیساش، 10,000 نفر در روز براش دعا میکنن. هرچه بزرگتر باشه طرف، شیطان بیشتر سعی میکنه بهش حمله بکنه و اون شخص بیشتر احتیاج به پشتیبانی دعا داره. دعا بکنید برای من یا تماس بگیرید، جزو دعاگوهای دائمی من در بیاد. به این معنی نیست که هر روز شبانه روز فقط بشینید واسه من دعا بکنید. اونهایی که عطیه دعا دارن میدونن منظورم چیه. خوشحال میشم بشنوم عده‌ای در میان شما 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر تعهد بکنن که برای من و این تلویزیون دعا بکنن. همچنین کسانی هستید که میتونید پشتیبانی مالی بکنید. الان گفتم حدود $4,800 کمتر از 1 هفته دیگه باید فراهم بشه. به دست این و اون نگاه نکن. اگر خداوند هدایتت میکنه، تو قلبت میگذاره مبلغ به خصوصی به این تلویزیون کمک بکنی، میتونی بری روی وبسایت من keshishamid.com، دکمه دونیشن رو کلیک بکنی که صفحه پیپل برات باز بشه. از اون طریق میتونی شماره کارت اعتباریت رو بزنی به اونجا. حتی منم نمیتونم اون شماره رو ببینم. کارتت رو میتونی بزنی به دستگاه که برای 1 بار یا به صورت ماهانه هر مبلغی که میتونی از این تلویزیون پشتیبانی بکنی. و یا آدرس من الان زیر صفحه تلویزیون هست. دعوتتون میکنم این آدرس رو یادداشت بکنید که بتونید همچنین هدایای خودتون رو با آدرس زیر صفحه بفرستید، هر مبلغی که خدا هدایتتون میکنه. یا میتونید با من تماس بگیرید بعد از برنامه و بگید من از این ماه به بعد میخوام این مبلغ رو به تلویزیون ماهانه بدم، یا نه فقط میخوام 1 بار 1 هدیه بدم. من خودم اطلاعات شما رو میگیرم و هدیه‌تون رو به وسیله کارت اعتباری دریافت میکنم. از توجهی که به این برنامه کردید صمیمانه سپاسگزارم. بدونید خدای ما خدای زنده است، از گناهان شما با خبره، از نیازهای شما با خبره، میخواد، قادره که گناهان شما رو ببخشه و نجاتتون بده. اون کسانی که دعای توبه و نجات رو بعد از من تکرار نکردید، میتونید بعد از برنامه این دعا رو بین خودتون و خدا بکنید و به مسیح انجیل، نه اون
پیامبر اولوالعزم که در کتب دیگه نوشته، به مسیح انجیل، مسیحی که روی صلیب برای گناهان شما مرد و در روز سوم با قدرت روح خدا زنده شد، به اون مسیح ایمان بیارید که صاحب حیات جاودان بشید. به هر حال عزیزان، وقت برنامه به پایان رسیده. واقعا خدا رو شکر میکنم. ببینم چقدر شد برنامه‌مون. 2 ساعت و 50 دقیقه چیزی نیست. چش رو هم میذاری تموم میشه. برای همین میگم برنامه های 1 ساعته آدم حرف نزدی یه مرتبه همه چی تموم شده رفته. خدا رو شکر تونستم نزدیک به 3 ساعت در خدمتون باشم. خدا رو شکر میکنم برای این خواهر جوان 90 ساله که امروز به مسیح انجیل ایمان آورد. خدا رو شکر میکنم برای شما که برای این تلویزیون دعا میکنید یا از این تلویزیون پشتیبانی مالی میکنید. احتیاج به مترجم هم داریم. الان هستن 2 نفر برامون کار ترجمه انجام میدن، ولی احتیاج به افراد بیشتر داریم. اگر میتونید انگلیسی میدونید، میتونید فیلم ها رو، کلیپ ها رو ترجمه بکنید، خواهش میکنم حتما با من تماس بگیرید و اونچه که لازم هست اطلاعات در اختیارتون میذاریم که بتونید به راحتی این کار رو انجام بدید. از توجهی که به این برنامه کردید عزیزان صمیمانه سپاسگزارم و شما رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Masih